به نام خدا، بنده نسرین جمشیدی صالح هستم. قرار این جلسه در مورد مدار نیم تفریغ کننده به شما آموزش بدم و این مدار رو در نرم افزار شبیه ساز پروتئوس ترسیم کنید. امیدوارم با دقت نگاه کنید و خوب هم یاد بگیرید. خب، در درجه اول شما باید یک چیزایی رو در مورد ترسیم این مدار بدونید، از جمله دونستن جدول درستی و یا صحت این مدار. این مدار دارای 2 تا ورودی هست به نام A و B. کری و ساب هم حاصل این ورودی ها هست. در واقع کری و ساب جزء خروجی های ما هستند. برای ترسیم این مدار نیاز به یک سری ابزار داریم که در سمت چپ به صورت یک جدول نمایش داده شده. شامل یک گیت اند، یک گیت نور و یک گیت نات هست. اگه برنامه قبلی رو دیده باشید، برای ورودی ها که ما در اینجا 2 تا ورودی داریم، لاجیک استیت رو انتخاب می‌کردیم. به همین منظور اینجا تعداد لاجیک استیت هم 2 عدد هست. خب، حالا شروع می‌کنیم. گفتیم که چه چیزهایی لازم داریم، چه گیت هایی رو لازم داریم. درسته، طبق اون جدول قبلی، جدول ابزارمون، یک گیت نات میخوایم، یک گیت XOR میخوایم و گیت اند. بنابراین میریم به سراغ انتخابشون. از کجا انتخاب میکردیم؟ قطعاتمون رو این قسمت کلیک میکردیم، میامدیم روی P، دیوایس مورد نظرمون رو تایپ میکردیم. من اینجا اند رو تایپ میکنم و به دنبال لایبرری اکتیوش هستم. اوکی رو میزنم، اند اضافه شد، به سراغ XOR میرم، اکتیوش رو انتخاب میکنم و اوکی. گیت بعدی نات، اکتیو و اوکی. و برای ورودی هامون لاجیک استیت. خب، ما همه قطعاتی که لازم داشتیم رو در قسمت دیوایس قرار دادیم. حالا شروع به ترسیبش میکنیم. XOR رو انتخاب میکنم و روی صفحه میندازم. یه خورده پایین تر اگه باشه بهتره. بعد به سراغ گیت اندم میدم. در اینجا قرارش میدم. نات رو اینجا قرار میدم. و لاجیک استیت رو در اینجا، چون 2 تا میخوام اینجا قرار میدم. یه خورده بزرگتر که شما ببینید. خب، از طریق وایر به هم متصل میکنیم. 2 تا ورودیامون رو به گیت XOR وصل میکنیم و از ورودی، خب اینجا یه مقدار اشکالی ایجاد شد. راست کلیک کردم که در واقع دیلیت رو بزنم و پاکش کنم. از اینجا وصل میکنم به ناتم و از امتداد ناتم وصل میکنم به ورودی اول اند. همینطور از ورودی دوم من وصل میکنم به، خب یک کلیک اینجا میکنم که همینجا سیمم باشه و بره وصل بشه به ورودی دوم اند. خب، ما تا اینجا مدارمون رو ترسیم کردیم. اشکالی که وجود داره این که نمیتونیم خروجی رو ببینیم. توی برنامه قبلی دیده بودیم برای خروجی
2 راه پیشنهاد داده بودم. میتونستید از لاجیک پراپ استفاده کنید و یا اینکه از LED و گرانت. خب توصیه‌ام اینه که بازم بریم به سراغ پی، دیوایس مورد نظرمون رو اضافه کنیم. من از لاجیک پراپ استفاده خواهم کرد و اکتیوش رو انتخاب میکنیم و بیگش رو انتخاب میکنم. اوکی رو میزنم. خب میرم سراغ ادامه مدارم. 2 تا ورودی، 2 تا خروجی به انتهای این قرار متصل کنم. انتهای مدار از طریق وایر به هم متصل میکنم به این صورت. خب حالا میخوام ببینیم که مدارمون چطور کار خواهد کرد. برای این منظور به سراغ پلی میریم که در گوشه سمت چپ قرار داره. پلی رو میزنم و کمی صبر میکنم تا خروجی رو ببینم. خب همینطور که میبینید خروجی ما بر اساس 2 تا ورودی که داشتیم، یعنی 0 و 1 شد 0 و 1. حالا مدار رو متوقف میکنم و ورودی هامو تغییر میدم. 2 تا 1 میذارم و برنامه رو اجرا میکنم. هر دو 0 شدن. دوباره متوقف میکنم، یکی رو 0 و یکی رو 1 میذارم. پلی میکنم. در این قسمت یه خورده تفاوت ایجاد شد. قسمت ساب ما 1 شد و قسمت کری ما 0. متوقف میکنم. به همین ترتیب کلا 4 حالت داره. چون 2 تا ورودی داریم میتونید 0 و 1 رو هی تغییر بدید. 2 تا 1 کنید، 2 تا 0 کنید، 1 رو 0 کنید یا 0 و 1 کنید و هر 4 حالت رو طبق همون جدول بررسی کنید و ببینید. خب همینطور که توی مدارمون دیدیم یکی از ورودی ها رو 1 کردم، دیگری رو 0 کردم. خروجی که دیدم یکیشون 1 شد و دیگری 0 شد. اونی که 1 شد ساب هست. مجدد ببینیم با هم. اونی که 1 شد ساب هست. ببینید و اینم کریمونه که 0 شده. خب تا اینجا ما ترسیم این مدار رو یاد گرفتیم. اما چیزی که طبق روال به عنوان تمرین از شما میخوام این خواهد بود. یک رابطه جبری وجود داره که حاصل تفریق 2 تا ورودی A و B هست به نام ساب و کری. فرمول جبری اون به این صورت هست که میبینید توی صفحه. خب از شما چی میخوام؟ از شما میخوام که یک رابطه جبری این رو بررسی کنید و از طریق هر راهی که بلد هستید اون رو اثبات کنید. راه‌های مختلفی واسه اثبات این قضیه وجود داره. میتونید از رابطه‌های جبری استفاده کنید و اون رو بس بدید. به خصوص برای ساب میتونید اون رو بس بدید و در نهایت به این خروجی برسید. میتونید از جدول کارنو استفاده کنید و در جدول کارنو رو نشون بدین که در چه موقع 0 و 1 میشه. بعضا اطلاعاتی که داری پس یکی جدول کارنو میتونه کمکتون کنه به یکم بست دادن رابطه‌های جبری. تا اینجا اطلاعاتی که لازم بود رو بهتون دادم. امیدوارم موثر بوده باشه، خوب یاد گرفته باشین و در مزید هم این رو تمرین بکنید. برنامه این قسمتمون تموم شد. انشالله موفق باشید. خدا نگهدار.